بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما خوبان، ان شاءالله که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. قبل از اینکه جناب پزشکیان تشریف ببرن پاکستان، یه صحبتی در مورد حجاب کردن. یه آخوندی یا آقا یه مولایی بهش گیر داد چه طرز حجاب. من با حرفای آقای پزشکیان موافقم، با اینکه من با تمام سیاست‌های آقای پزشکیان مخالفم، اما با حرفی که ایشون در مورد برخورد اون آقای روحانی با آقای پزشکیان و حرفای تندی که بهشون زدن قبول دارم. ما برای کار فرهنگی چیکار کردیم؟ این همه پول چیز فرهنگی دادیم، ارگان‌های فرهنگی چیکار کردیم؟ هیچ. معاون آقای رئیس ارشادمون 3 میلیارد خورده فقط پول نمیدونم دیزاین اتاق شده. خودش یه دونه برانداز، اون خواهرش براندازه، نمیدونم فک فامیلش همین براندازن، با براندازو میشینه بلند میشه. پس مشکل از کار فرهنگی ماست. حتی ببین چه فرهنگ و ارشاد، چه حوزه های علمیه، همین آخوندهای ما که ماشاءالله خوبم پول میگیرن الان، اینا همه بله آقای پزشکی درست میگه. همون دختر بدحجاب چطور وقتی که عکس آقا رو برمی‌داره میگفت جانم فدای رهبر، ما قبول داشتیم، گفتیم با بله دمت گرم، آفرین دمت گرم، این دختر شیر دختر ایرانیه. ولی الان دوباره شروع کردیم آقا حجاب. آقا من خودم دختر دارم، به ناموس زهرا، به ناموس زهرا، به ناموس زهرا بعدم میاد، خوشم نمیاد. من توی یه جایی کار میکنم که دختر توش فت و فراغونه و همش با دخترها در ارتباطیم. این تربیت، این بنا رو، این از شاکله از اون اول خراب کردیم، خراب گذاشتیم با پونس کردن ها تو سر دخترای مردم، تراشیدنش موشون تو سر. کیها؟ اصلاح طلب، اول انقلاب اصلاح طلب که الان دایه دارن با آمریکا و اسرائیل و فلان، ما با هم باید بسازیم همونها. ببین من اینو باید میگم، من مشکل دارم با اصلاح طلب ها. من خودم اصلاح طلب بودم دوره آقای خاتمی گند زدی تو این مملکت، اصلا گند زدی. دوره آقای خاتمی دیگه گندها شروع شد دیگه. بعد حمایت های آقای رفسنجانی رحمت الله علیه و این الانم خدا پیغمبری آقای پزشکیان داره درست میگه دیگه. انصاف داشته باشیم. الان چجوری؟ آقا اقتصاد رو درست کن، ما تو جنگیم. حالا ملای اومده گیر داده که آقا تو بیا چیکار کردی؟ بابا بس کنید دیگه. شما چند بار به اقتصاد برای این چیزا تذکر دادید توی مساجد، توی مجالسی که نشستید؟